Так, میبینیم این طرف من تست عروس و داماد تست میبینیم میخوام میستیم так ازی گوش کنید تون راست فانتزی باشه لاو استوری так کدومتون عروس ما آها понятно شما یه بار میبخشید این طرف استیده بار عروس یک بار انا میفون یعنی چای خانه بیستید اینجا با اینجا استید این طرف سال نگاه میکنیم که سال این طرف میگیریم بسیار گرفتید کم گرفتید بسیار گرفتید الان خیر خب یک تا هر روز که این طرف نگاه میکنیم tak شما فون برام مسوزید یک طرف استید خب همین چادرتون کمتر میبادرید می همین کارا برای چی لازم؟ چی بخی میگویید؟ توبه کردم لازم توی مخش رو میشد اکو جان صورت گرفتن جانم این چادر قپید کمتر بالا بدارید آها بارکالله داماد یه طرف اینجا بیایید نزدیک عروس میستید می عروس کتفی داماد قپید داماد سال چهرتان رو کشوید مجبور کرد شمش می شما دستان کمتر پرتایید خوش رو پرتایید شما دستان بالا شما پاچکتون نمیشه بارکالله شد می اکا نه آخه اینجا حوض سکریم این طرف میستیم این طرف ما داماد شما شنید دستان کتی نه گور بچه باید میستید عروس کمتر این طرف میستید tak ایستدن عروس کتف شما خیلی دستان مانده استید یه همین کارا برای چی در کار اکا؟ حیاتانه برای بره میخوای میشدی است خب بی نهایت ناز قریب شد حاضر قریب کنی داماد میخیزیم چهرتان رو کشوید امروز بی خب انا اکنون عروس میدونی چی کل میستید شما کمتر تو سال دستان تو برای اکا من نفهمیدم همین کارا در کار نگفتم آخی رامیز جان چی بخی میکنید لازم و یا قپیداست این توی آخی رامیز جان ممکن نمی باید من قپم کو شما قبلشما نمیدونید من تجربه کلام هادی اینو فوتوگراف ده اکا شما استید دستشون با خیر سال خوشبه استید رامیز جان آخر خیلی استید یک طرف استید نگاه کنید من نگاه کنید من ببینید نمیتونستی که کارو نه قپید آخی هم تو گوید همین خیلی استید نه فانی چای خانه بیستیم فانی چای خانه شد tak فرصتی وایرسید کبوتر میپرانتونه کبوتر давайте کبوتر کنی کبوتر شما میبیارم گفتید که بوام به تلفن کارتنم دکن تلفن تو رو دید کبوتر هست میدیم من وقتم هست اکو زیرا بوا الو بوا جان کنی تو جانش من کافته گشتم اربابنده او منم نزدی فانتام با بوا جان آره دیدم فانتلانده حاضر منه حاضر امداسی هم بوام حاضر کبوتر میبرم همین چیزا دکار من حیران شما با خاله جان مبارک شود کبوتر آوردید می اسلام داماد خاله جان مبارک شود اسلام داماد جان من داماد نیه من داماد او من داماد و کبوتر تید آورده باشه تست گیریم که من افتوبان چی نشانس باشه کفتر می رسازی خشیدم من چی بزخ میشید؟ نه اینا گیرید شما و بتید دکتشه تستر من وقتم نیست کبوتر روی حساب سفید گیر اینه شما گیرید داماد جان این شما گیرید همین قصابه دارم ده کبوتر این خیلی شکو دیدم نگیم انا بوا یو او ما کبوتر حساب سفید گفتم کو اوی هیچ جان نیستی کفتر میدونی می تمام محله کفتم چردکی سبیس بایم برآمدم نیست پنجشنبه بروید بود پنجشنبه نبود پنجشنبه برفته عدم پاشی مردم همه حوض چیکار میکنم یگان دست پایم بنا میفرد همش خورده سیر اما مرغ کتی گیرم حوض چیکار میشدین گرید کجا tak начинаем тогда Иси. میگیرین چی خیال میشد مرغ اینا های بس کن شما هم تو سرطان اینا شانتاژ میکنن شانتاژ نه مانتاژ ها همون
یک طرف میستیم نباشد، یک طرف میستیم. خب مبارک شود تویتون. کلین هم تو میقپید اتمامی بوده هستیتون زندگی نوی من گفتم میپتید. ها تستاشتون وقت نیه. پرتافتیم. آی نپاریدو؟ پارید ها؟ کنی؟ من نبوا؟ خب زندگیتون یعنی که زمینی میگذاشته است؟ شما اینش هم نپرید. بوا کبوتری سفید گفتم چی با مرغ میبیورید؟ این مرغ نی؟ ها؟ من گفتم کبوتر رو کلام با این گفتم. خاله مرغ کتی نمیشد دیو خیریه؟ میشد کجا؟ یک بلاکو میشد. آی من بیان کفتر چا میکنی؟ نزد خورسی تکنج داده. خورس دانتون داشته کردنه که خورس خواه؟ حاضر آدم پشتوانش میخکر گم نمیزند حق خوب گوه. اما کیا نگفتی هم که داماد جان؟ بوا جان من بیشی دکانو من شرمنده بشم میفهمید می؟ همه دکانو من من بیان انتهای ظریفت میدونی من پنجشنبه گرفته داد. کدامش خدایی با آورگی بود است یایا. من نمیدونم. یعنی که حیاتی ناف سر کار گوید ها؟ ها؟ دختر من ببینید کاپیتال قرانتو من گیرم نبرد. نه اگر کبوتری سفید گرفته نبید گرفته نتید من نپرونم توی پای نست. ایفای مامورام شرمندگی. جانم. آی من آی تو همیشه. کجا یک بابا کنید چیکار کنم اینا؟ من اینجا قشنه. من نمیدونم. آی من بیان همینه کی برو وردی که همین چیزا سرش مورد. همه جوانا فتاسیسیانده. خاله من شما یاردم میکنم. و بچه چه برافسوس کو؟ کدام بچه؟ وای دفینه توی برنامه کافتری افتاده بود. بره بیا ملیش. اینجا بیا. کنی آه نمیمی؟ مامی اکو؟ زداش گاز نکو همون. یا بیا. حوزه تیز بیا. این کبوتر روی خاله جان بردم پنجشنبه بتید کلش گیرن منامه. همین شور بکر میخورم. السلام علیکم. السلام توی مبارک شود. رحمت السلام اکا جان همین چطوره؟ خاله یک دستگیری کنید. خاله جان توی مبارک شود. رحمت خاله جان. اینا گفتن که تون تا کفترت تای؟ کافترم لپای خیلی رنگش هست. سرخ سفید کبوت سیاه اوا چپور همش هست. کدو باش دکتر. ها گوش کنه فانتنا در گیرانم نی فانتنا. فانتنا دبی بره من خیلی وای خوش رو بشه. همین خیلی زور میشه فقط. اوکی نازی فانتنا با کی چه پیاده میرتون اسب عربی چیزام نی. اسبتون اسمی. ها تو اسب سفید. بابا جان. من که میبیام من که میشین تو. و دروشکی سرخ هم میتونده؟ ها هست همش. دروشکتون اسمی. خواهی تو همش من مهیا میکنم. کنی بابا جان. توی تو من نمت میشد خواهی خاله. میگذار توی زور میگذار. من گوش کن همی گفته که چمپو میشه؟ فانتنو اسب رو همش هم برای خاله جان خودم بدونی تو با 20 نیو 16 تیت میشه. من گپی مرا یک ده 16 تید نشد خب. 16 چیزه؟ 16,000 سامان. 16,000 سامان؟ $8 باشه که من $1 تام کوی دار چی سامان چوکر است یکی توی زور میشد توی زور میشد. بابا جان برای وقتی دخترتون جال کمی. اتخیب خاله جان برای خوش 16,000 به من سیاده توی میکنم سیاده خیلی من به فرقش نه چند تا توی میکنی تو نه نوای ما همین خیلی خاله جان اگر خواهید که همین خوشبخت شد دختر تو هم مهیا کنید خاله جان شما تا گپ زنم همین گفتگی کاروش کنید. این زمانش ده. دکار نیم من بابا چیزایی گوش کن دو تا کفتری سفید یافته بیا شد تمام دوتا یا دو تا کفتری سفید پولش چید چمپو 400 سامان با خدا کفتراش زور. تپ سفید پخته باره اکا جان من اکام هر همینجا تا با کفتر 800 سامان دینه 1000 بده. سال ارزان تر کن گیر کجا شما کو میدونی گوش کن. نه. همین اپام با 800 بده. 800 به مایلاش برای همین نه کی همین سکنی اکام با خداش 800 گفت از ارزان تر کنید گفت سیامو کجا یک چه 400 ده هر روش 800 میشه. هیچی برای سکنی اکام زمین برای نقاطه اینجا بیا اینجا بیا همین 600 سامان میتیم خوب بجا است من 600 سامان تمام فهمیدی اپا بید همین سر درد کنید نکنیم من دوست داشتم گیر زده رفته بیا. حاضر یک دقیقه من حواظ کشته میبیم حاضر چیکار کنید شما توری کرد دادم ده اپا. توبه کنم 800 سامان شد وای یه تسه چی میتونه یه تسه سرم دی tak تو وای آمدن رپیتیسیون میکنیم گوش کن. یک دوسیه داماد شما یک دوسیه کفتر قرآن ساچید که گوسفند نه کفتر احمد دیل برام پرید رفتنش دکور وای
کجا تستر شویم من دیرش دوست مبا خواهرم چی به همین حرکت های شما حقانی هم چotka فرانسه تینجی می؟ این دویم آیله داریم ده ای آرامش جان داماد شوخی کردم شما چه احساسی داری؟ حالا کفتر سر نداده یا شوخی کردم من دکانه ها به تو یشنده تماشا کردی که کجا باور کنید داماد نتفشانی شما به ویزیات دکان ویزیات خب کنی یه بار گراندیم کفتره خب میشد اما به بچه اومد کو بیار تیز مرا کفتر آوردن آنا یک تا گیر تو یک تا عروس با انا یک تا دوماد با انا توره با انا اکنون میپرتیم تیار می اینم چیپسی یو کلاش سفید کو کلاش بینید اون نیه من سب سفید گفتم این دستانه کلاش سفید میشد غرونید سب سفید میشدیم علیق می؟ این وقتی که پرد کو هوا با اما قناتاش شد سب سفید مینمو با خدا دینه فکر کنی تیار می بختی سفید دو غراندیم کنی ها انا وای انا این پاری دوی نشم همین قمی پارد این کفتر رو کنی کنی ها دوماتوره وای انا نشام نپرید وای گم شد پریده برا مبارک شود تویتون آی منه بین آور ریسپانس کشا آی چی بری ریسپانس کدی بستگی پاچ کشا این من رسمو کنی نبنده این پریده دوری ها ببینید من نانم اگجا میرم گپش تویری عجایب کمی زنید کو آهای منه بین 800 تومان گرفتی آی پرد نه 800 به نظرم برمی هم تو فرد پسات کم کند خود کجا لبه من پریداس کو چیپسی یا کپتر آورده یه بوی ها باید فریب که دوسیم با خدا من نمیدونم که چیزی منه بین کفتری سفید گفتی آی سیپسی آوردی یکمش دویم از این پاچکاش بستگی باریده کش نیو کجا این چه خیلی گوش کنه من صورت به جواب میدم گوش کنه افجان گوش کنه اگر من پوچکش کشم شما با پول میتید 1000 سوم میتید من میکشم من 1000 سوم جیبه من به ناگاه یگان تا کلاخ به مولامی مزتون نمی من دیوانه میاد من یگان چی میاد من یگان چی؟ تو من چیه کرسی من یگان چی؟ تنگ پولا اوی یا برستان تی دستش با گیر ته کفتر دیگه خیل آدمای باب نکن دا برو این رفت جان ها شما کارتونو کنید من این قبیل شما فهمدید می به کاردار من اینه نه فتا پر تکفت نامش گرید ها شما اینجا به کاردار نشوید پول اینجا پول گیرید پول باید همشه گیرید پول باید 800 تومن تیان پول نه پولته آی پول چیه کتوشم دادو ابو فگوت می بوه داداش بودست دادو حتی تو این دادات می بابام نگاهی یک تا کفتر قبل از زنات چیه باشه دف آی من بیه ها تو اینجا مافیا کره گرفته کی می مافیا نیه پودرتی اویلوی فانتان انده زنم برای برای فانتان شرط سنده قدام برای دبله های دوتا و اسب شما کی گفته وکرسون دوتا بچه ما آرمی اومد هرش به اسب پوشوندم ها نه همین ما اینجا نه همش همین کاروکتی زنیمت میکنیم ما اینجا این کارخانه اویلر نمی اینجا جام شده ها آدم پول کار کنی ها فریب کرو پولتان نباشه که جرس نکنید فهمیدید می پول مای من خواهم توی خریده میگیرم قطعی همه چیزات کتی فهمیدی می خر ارزان نو خر گیرید پول باید گیرید همشه گیرید پول باید 3000 چند پول داد گیم با 3600 تومن 3600 مالش من 3600 میتیم انا به 800 تومنم لیکن و هولندی صورتان این خلقا بود که او دلیت بودلیت نکنید اکو دلیل نکنید آسیاده شدید هست مگوید اصلا پول تدو دلیل نکنید یا بایستید داماد شما جان روید پیش زنتام روید یا بایستید دویم شکر از کی با ته 3600 800 4400 پول اینجا بته گوش کن دپا یا تا گام میزنیم تو من بین ها دادا
زده خانه رو آها. بهادر اکاتکو ریمان کرسه باشد ماشین مان گوی دست و پنجتا عینک تیشوی ایشی مکاسم دادم پشت بیا گوی حاضر داده بچه نکنیم جبا داده انا وای کن حاضر گوش کن آها. حاضر من گوش کن بیست آها. حاضر من اینجا به کنه سنایی که حافظ میگم رشاد میشیم فهمو اکاتکو کنه پیچکه نبیارد اینها توریست من با پول میتیمی نتمیست آها حاضر کنه پیچکه نبیارد اینها توریست نیست آفرین، حکومت تاجیک آفرین. میفهمد حقانی کنه بیارد مایل حاضر شما حاضر من متهم کراسید من حاضر کنه چوی گفتم من امک بچه هم گروهی بخته اینجا فهمو بهادر الهامی بچم حاضر میبیاد قائل میشتم تو ایونا خانه منم تو فکر شما قصدار میشه دلی با منم گروهی بخت منم نگاه ولی کن بیا نفسی مخلوم میشد می گروهی بخت بله بله ها هر نفس از منظری خدا نور و صفا میبارد هر نفس از منظری خدا نور و صفا میبارد با مدری منزلی امید عشق و وفا میبارد با مدری منزلی امید عشق و وفا میبارد عروسی ما دامادی ما مقدمتان مبارک بادا دست دست رست رست هدیه و گل قطارک بادا نچ بخوان جوره داماد مطربی خوش نوا نوازد نچ بخوان جوره داماد مطربی خوش نوا نوازد قلب دوگانه ای عروسش رس کنه ترانه سازد و قلب دوگانه ای عروسش رس کنه ترانه سازد پدر جانا مادر جانا خانه اتان همیشه آباد دعا سازد عزیزانا دانه اشان با برکت باد محفل گرمی مهرباران شادی بی کنار یاران محفل گرمی مهرباران شادی بی کنار یاران خرم و جاویدان بادا دولت بخت و بختیاران خرم و جاویدان بادا دولت تخت و بختیاران پدر جانا مادر جانا خانه اتان همیشه آباد دعا سازد عزیزانا دانه اشان با برکت بادا خانه اتان همیشه آباد دانه اشان با برکت باد رحمت گوش کنید بهادر جان این یکتا توی خانه دازی توی یا نه این حالی صاف نیده ماندگیش قبول. توی خانه قبول تشکر زیاد باز یک بار دیگر هر یک شما را خوش آمدید میگویم من تئاتر استودیو خانه کمانه با استودیو عزیز با تشکر زیاد تبریک میگویم بهادر جان به قریبی یک برنامه سلسله برنامه کنسرتی دارم من برای شما آمدی کار میخوام تالارتون به انمی خیلی مخلص میخوام تشکر آینده ستاره اعلاترین و بهترین ولایتی ما جمهوری ما میشن بهادر الهامی یک قرصک تشکر زیاد سلامت باشید تشکر زیاد جان 4000
400 به خواندگیش نیه دیوزی هیچی میخواند با